پس از 2 روز هنرنمایی و قوه‌سنجی 18 دسته‌های محاربه‌ای مسابقه ولایتی ورزش کسبی آتش نشانی جمع بست گردید. بعد خلگذاری اعضای حکمان جای اول را دسته مستقل شهر استراوشان به دست آوردند. عبدالرشید سلامزاده معاون سردار ریاست خدمات دولتی آتش نشانی در ولایت سوخت خبر می‌دهد که 3 دسته بهترین برای اشتراک به مسابقه جمهوری راه خط را به دست آوردند. جای اول را قسمی دهمی شهر استراوشان و جای دوم را قسمی 20 خدمات دولتی آتش نشانی شهر بوستان و جای سوم را قسمی 22 قسمی مستقلی خدمات دولتی آتش نشانی جبار رسولوف اشغال نمودند که در اینجا اعضای حکمان جایهای یکم و دوم سوم را معین نموده راه خط به شهر دوشنبه راه خط گرفتند که طی 8 سال آخر ولایت سوخت در جمهوری تاجیکستان جای اول را اشغال می‌نماید. مسابقه جمهوری ورزشی کسبی آتش نشانی ماه اوگوست در شهر دوشنبه گذرانده می شود. 3 دسته بهترین ولایت که در عموم 21 نفر را تشکیل می دهند ولایت سوخت را معرفی می نمایند. دوم چند سال اخیر دسته یکچینی ولایت در این مسابقه مقام خاص را به دست آورده به مسابقه بین المللی جلب می شوند. این مسابقه ماه سپتامبر در پایتخت ازبکستان گذرانده خواهد شد. این یکم 100 متر با مانعگاهش و دوم نمود باشد با ناربان حمله آور به مناره تعلیمی برآمدن به آشنایی 4 و سوم نمود باشد این با ناربان 3 قبته برآمدن به آشنایی 3 بود که و 4 نمود استافته 5 نمود باشد این استافته 7 نفره بود که از در اینجا قسمی مستقلی دهم شهر استراوشان جای نمایان را اشغال نمود. مسابقه ورزشی کسبی آتش نشانی از روی 5 شرط طی نمودن مسافه 100 متر با مانعها، نردبانی حمله آور و با استفاده از آن برآمدن به آشیانه 4، طریق نردبانی 3 زینگی برآمدن به آشیانه 3 و استافته تا مسافه 400 متر را تشکیل نمود. نمایندگان 18 دسته ها که 7 نفره اعضا داشتند از جزء تامهای خدمات دولتی آتش نشانی ولایت دوام 2 روز از روی 5 شرط قوه سنجی کردند و بهترین ها معرفی شد. مسابقه مذکور به روز جوانان تاجیکستان و 94مین سالگرد تأسیس یابی خدمات دولتی آتش نشانی بخشیده شد. یکی از هدفش معین نمودن بهترین ها بین کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی باشد. دیگر این گذراندن مشق تکتیکی و آماده باشی این گروه به حالتهای ناگوار ساختار را تشکیل می دهد. گزارش مفنوشکور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.